در نواقض ایمان، نواقض در زبان عربی کلمه نواقض جمع نقض است. ما شما نواقض وضو داریم، مثلا میخوانیم شکننده های وضو. نواقض جمع کلمه نقض است و نقض به معنای شکستن و از بین بردن و خراب کردن. ایره چی میگن؟ میگن نقض کرد فلانی چیز، یعنی او را از بین برد و شکستان، تعهد خدا نقض کرد، یعنی تعهد خدا شکستان. و در اصطلاح اسلامی نواقض اسلام چی را میگن؟ میگن نواقض عبارت از فاسد کننده های اسلام است، یعنی چیزایی است که اما ایمان و اسلام انسان از بین میبره، که وقتی اگر در یک شخص مسلمان یافت شود ایمانش فاسد میکنه و اعمالش محو میشه و در جمله کسایی داخل میشه که همیشه در آتش دوزخ میباشه. این بسیار خطرناک است و بسیار در این قسمت اکثرا بعض علما کتاب نوشته کردن، بعض علما بازی را بسیار تفصیلی تشریح کردن و سر از زیاد بحث کردن و بحث بسیار خطرناک است. به این خاطر علما میگن که سر هر مسلمان لازم است که اینا این نواقض باید